هوش مصنوعی با یک شتاب حیرت دهنده‌ای، یعنی آدم متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره. متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. در مسئله هوش مصنوعی بهره بردار بودن امتیاز نیست. لایه‌های عمیقی داره این فناوری، باید بر اون لایه‌ها مسلط شد. اون لایه‌ها دست دیگرانه. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق و متنوع هوش مصنوعی رو، فناوری رو تامین کنید، فردا اینا یک ایستگاهی مثل ایستگاه اتمی، آژانس اتمی درست میکنن برای هوش مصنوعی که الان دارن مقدماتش دارن فراهم میکنن که اگر چنانچه به اون ایستگاه رسیدید باید اجازه بگیرید، تو فلان بخش از هوش مصنوعی استفاده کنید، در فلان بخش دیگه حق ندارید استفاده کنید. اینجوری زرنگای دنیا دنبال این چیزا هستن، فرصت طلبها و قدرت طلبهای دنیا. در این دانش‌های جدید هر ملتی که امروز در این زمینه عقب بیفته سرنوشت اون ملت‌هایی است که در آغاز انقلاب صنعتی عقب افتادن. سرنوشتشون شد استعمار زدگی، شد زیر دست بودن، شد فقیر موندن، شد ذلیل شدن. باید کاری کنیم که حداقل 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسن. در زمان دولت 13 یه سازمانی تشکیل شد به نام سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور. دیماه پارسال رئیس جمهور شهید مصوبه نهایی سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی کشور را ابلاغ و مقرر کرد. در راستای رشد فناوری هوش مصنوعی در کشور با آغاز به کار سازمان ملی هوش مصنوعی. اگر چنانچه همون سازمان زیر نظر خود آقای رئیس جمهور ادامه کار بده، امید فراوانی وجود داره که انشالله این کار به همین شکلی که هست شد پیش بره. علم خیلی مهمه. علم سلطان، علم قدرت است. علم به معنای واقعی کلمه قدرت این شعر معروف توانا بود هر که دانا بود حرف درستی است. توانا بود هر که دانا بود. دانش توانایی میاره، اقتدار میاره برای یک کشور. خیلی مهمه علم. اینجا مرکز مقاومت است.